من میدرایم. برای این دولت اگر لازم آید به سفارتخانه هم زده میدرایم. به نزد سفیر هم میروم. حبس میکنن، میپرانن، میکشن. و من هیچ فرقی ندارد. من میدرایم اکا. ایستو. اگر راه درست باشد بازیگر را نیز باید درست انتخاب کنی. اگر این طور کنی ناحق میبرویم. کارلوس اکایوری به داخل میدراید. چیکار میکنیم؟ جورا مگر اینجا زمین دیگر کشور است؟ بله. بولتا من هیچ وقت به خارج نرفتم. این بهانه است. این خیلی باشد رفتیم. راهگر برادر راهگر. شما دیوانه شدید. ایستید. نکنید این کار را وگرنه به زندان میروید. چیپته های ما از اول آماده بود اکا. رفتیم بولتا. دیوانه شدند. چیکار میکنن این دیوانه ها؟ سردارم آنها به درون در آمدن. چی گفتی؟ حضوری به درون در آمدن و اینجا می آیند. بکشید آنها را. هیچ کس هیچ چیز گفته نمیتواند. نمیشود. سرمون در بلا میافتد. به اون هم در بلا گرفتار شدیم. اینجا زمین ماست. این آدم ها حقوق ندارن به زوری به زمین ما درآیند. از روی حقوق بین الخلقی این جنایت است. سردارم چیکار کنیم؟ چیکاری میکنید نمیکنید آنها را باز دارید. برادران سلاح را استفاده نمیبریم. باز آدم پرانیم به سرمون بلا میکنیم. به سرمون بلا آوردن چی؟ حتی دولتمان را با دشواری دوچار میسازیم. شبوت عثمانی زنیم چی؟ یگان راهش را مییابیم برادر. نیروی ما در سلاح نیست بلکه در دل ماست. فهمو کیوریف. چیکار میکنید اینجا؟ میآیند. فقط ترساندگیت بوده است. بولتا من تو رو میترسانم گفتم. کمی پیش گفتی آدم ها سلاح دارن میلرزیدی کو؟ بولتا من یک نظر کردم. جسارتم رو به تو تقسیم کردم. این عیب است جورا جون. راگر انا دیدید می آیم یک بحرانی کلان می شود. رفته بینید زاد. جای ترسش نیست. آرام باش. تو هم از اینجا نیست می شدی خوب می شد. نیست شو زود. خوبش در اینجا دستگیرت نکنند. بیرو.
گابزن احمق گابزن کدام تیاره رو متر کنید گابزن میگویم چقدر خواهی زدن گیر اگر خواهی مرا کش آن تیاره به زمین میافتد گابزن گفتم گابزن میگویم جاغت رو میکنم گابزن به تو میگویم در اینجا وظیفه‌دار کی؟ منم گبزن. اکنون وظیفه‌دار من. این خودش چی گفتنی؟ در درون آدم‌های من میباشم. میدانم همه تو را سرتون در بلاست. یا آدم‌هایت رو بیرون براد یا خودم میبرارم. گوش کنید این آدم‌ها قرار از بالا میباشد. در کار شود حق زدن رو هم داریم. اگر خواهید آدم‌هایتون صحت سلامت برند گبزنید برایم. 1 دقیقه با این درجه نه. در داخل آدم‌هایمون جانشون رو فدا میکنن شما باشید درباره زدن بحث میکنید با آدم‌هایم یگان ضرر رسد شما جواب میدید. مادام که این خیل باشد خودتان میدانید گیرید سلاح‌هایشون رو همه رو به یک طرف گیرید. یک دقیقه چیکار ما یگان کار خطا نکردیم کو ما را مجبور نسازید. میکشم تو رو احمق میکشم گابزن ایستا چی کار میکنی؟ گابزن نباشه تو رو میکشم گابزن کدام تیاره چوردوسی انقره از صوب یک گوچکل پرواز میکنه چخل به زمین میافتانید چخل متر کنید چخل یک مرد با لباس کاری به تیاره وارد میشود تیاره را برای از کار برآمدن تیار میکنه خدا جزای را دهد احمق پس از بگویم فرده او را خودت را با بلای کلان گرفتار نمودی. هیچ گپ نه من عادت کردم امکانیت داشتی مرا میکشتی همان کارگر تکنیکی من خودم هستم زود رو از اینجا از دری حقیت برآمده رو یکم کس تو رو نبینم. حیوانی رزیل راگرد اکیوری یگانه امیدمون تو بودی یگان چیز فهمیدی یا نه متاسفانه دیر شد با آنها چیکار میکنید؟ و یگان جایی مایم برده لطو کوب کنید. آقای سفیر با چیزی میخواهید کردن گیرید میزنید میکشید برای ما یگان اهمیت ندارد اما آدم هایی در تیاره بوده برای این ملت بسیار عزیزند ما با شما بخیلی نداریم. این خیل باشد چرا این کارو میکنید؟ سیاست همه خیل کردن در کار. با تو انسان برای میگویم بازداران رسید را یا اینکه زنگ زنان تیاره پرواز نکند خط سیر انقره در وجودت یگان ذره وجدان باشد زنگ زن خود را به مرگ مردمی بیگناه و گناهگار نساز برید این را 14 انقره نه ناممکن است. به من نگاه کن امروز زن و کودکم از کدام تیاره پرواز میکردن میدانی؟ با انقره میرفتن حضور میبینم 14 هواپیما از صاحبه به گوکچه پرواز میکنن. تو باوری داری؟ بله چیپته ها رو من خریدم. ای وای من چیکار کردم؟